سلام، فرزانه پناهی هستم. براتون آموزش آش شل قلمکار رو دارم. بلغور، گندم و برنج، نخود و لوبیا چیتی، لوبیا قرمز و چشم بلبلی، ماش و عدس، گوشت گردن، سبزی آش، آب گوشت، سیر، پیاز داغ. بلغور گندم و برنج رو 1 ساعت میذاریم خیس بخوره. نخود و لوبیا چیتی رو 12 ساعت خیس میکنیم. کمی هم توش آب سرد میریزیم و نمک. ولی ماشو با عدس رو 1 ساعت خیس میکنیم با کمی نمک. لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز هم 1 ساعت خیس میکنیم، کمی هم توش نمک میریزیم، با آب سردم خیس میکنیم. گوشت گردنم که من قبلا پختمش کاملا، با پیاز تفت دادم، بعدا گوشت رو به این صورت ریش ریش کردم. اینم سبزی آشمونه که خورد کردم. اینم آب گوشته که برای آش لازم داریم. سیر رو با پیاز داغه. الان میریم سراغ بلغور گندم و برنجمون رو که تو آب بریزیم. من کمی آب و جوش آوردم. بعد این بلغور گندم رو با برنجی که خیس کرده بودم داخل آب میریزم. به هیچ عنوان هم نمیزنیم ما این برنجو. نکته که توی این قسمت داره این که ما اصلا این قسمت هم نزنیم، بذاریم خودش شکفته بشه. بعد که آبش 1/3 رسید هم بزنیم. درش هم به صورت نیمه باز ما یه موادی آماده میکنیم که برای داخل آش استفاده میکنیم. به قول معروف معجونی هستش که داخلش میریزیم که خوشمزه‌اش بکنه. این سیر رو تو روغنی که پیاز سرخ کردم آماده کردم. بعد سیرم که قبلا سرخ کردم داخلش میریزم و این دوتا رو با همدیگه شروع میکنم قاطی کردن. توی این قسمت ما کمی فلفل میریزیم. زردچوبه به مقدار تقریبا 1 قاشق ما میریزیم، لازم داریم. کاملا اینا رو هم میزنیم تا بوی خامی زردچوبه گرفته بشه. این مواد ما آماده شده. اینجا ما برنج و روش و درش رو باز میکنیم. این کفای روش رو آروم جمع میکنیم ولی اصلا هم نمیزنیم، فقط کفای روش رو من میگیرم. حبوبات رو میکس میکنیم یا با چرخگوش. یه مقدارش هم نگر میداریم که به صورت درسته تو آش بریزیم. عصاره گوشت رو داخلش میریزم کمی. دوتا رو با هم قاطی میکنیم، میکسش میکنیم. خب وقتی که برنج ما به این صورت شکفته شد و آماده شدش و آبمونم کم شد، من مواد حبوبات رو که با میکسر له کردم داخلش میریزم و میذارم دوباره به جوش بیاد. بعد مرحله بعد رو نشونتون میدم. خب یه مقدار از حبوباتم که له نکردم داخلش میریزم. شروع میکنم از این مرحله به هم زدن. اصلا ازش دیگه غافل نمیشم، مرتب شروع میکنم به هم زدن تا دوباره به جوش بیاد. مرحله بعدی رو نشونه. وقتی که دوباره به جوش اومد موادمون، سبزی رو من اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن تا دوباره به جوش بیاد. عصاره گوشتم کم کم میریزم. خب آب گوشت ما کم کم مرحله به مرحله میریزیم که آشمون شل نشه و به همین صورت ادامه. این موادم اضافه میکنیم که با آشمون پخته بشه. به هم زدن میکنیم. خب این آش همینجوری روی حرارت کم مرتب هم میزنیم. زمان میبره تا غلیظ و جا افتاده بشه. بعد آخر گوشتشو میریزیم. من هنوز دارم اینو هم میزنم، تقریبا 1 ساعته تا به غلظت بیفته. من نمک این غذا رو آشو موقعی که پیاز و سیر داغ داشتم داخلش میریختم نمکم ریختم، فراموش کردم بگم، ولی دوباره آخر سر تست میکنید. من یه مقدار گوشت رو وسط ریختم، دوباره الان باقی گوشت که مونده نیم ساعت آخر دارم میریزم. خب دیگه آش شل قلمکار ما جا افتاده. من مرحله آخر دارچین اضافه میکنم بهش. 1 رو با دارچینم که شدهش خاموشش میکنم. خب این آش رو با کمی پیاز داغ
گوشت رو تو آبش نگه داشتم، چون گوشت اگه بیرون از آب باشه سیاه میشه. با کمی گوشتم تزیین میکنیم. خب با کمی هم دارچین کناراش میریزیم. آش شعله قلمکار ما آماده شده. میتونیم ما با کمی کره آب شدن روش رو تزیین بکنیم. ممنون از اینکه همراه من بودید.